بیایید با هم دیگه صحبت بکنیم چند کلمه درباره پیدا کردن پارتنر برای تمرین زبان. مسئله‌ای که این روزها خیلی رایج شده. کلمه پارتنر یه حفره بزرگی رو توی فارسی پر کرده. قدیم میگفتن شریک زندگی، الان میگن پارتنر یا شریک زبانی در حوزه زبان. البته شریک زبانی من دیدم تبدیل شده به شریک زندگی. بیاین در این باره با هم دیگه صحبت بکنیم. من اون زمان که خیلی جوان بودم، من تازه تدریس شروع کرده بودم، یه سوپروایزری داشتیم انگلیسی خیلی ترسناک و قوی داشت. بعد من نمیدونم چه اتفاقی افتاد، ما از همون روز اول با هم به انگلیسی حرف زدیم و این اینقدر تداوم پیدا کرد که دیگه رومون نشد بعدها به فارسی با هم حرف بزنیم. تقریبا 10 سال ما با هم انگلیسی حرف زدیم، هر جا هم دیگر دیدیم، تلفن، تاکسی، همه جا. یه بار دعوت شدیم یه مهمانی توسط یک دوست مشترک، اون دوست بین ما دوتا نشسته بود. بعد اگه من میخواستم چیزی به فارسی به ایشون بگم، خب من که روم نمیشد، مجبور بودم به در بگم به دوست مشترک دیوار هم بشنوه. خیلی شرایط آکورد و عجیب غریبی بود. حالا ما میخوایم بریم پارتنر زبانی پیدا کنیم. اوکی، خیلی خوبه، عالیه. یه نفر پیدا کنیم که همسطحمون باشه. من دیدم بعضی از بچه‌ها نیتیو اسپیکرها رو پیدا میکنن. مثلا عکاسی بلده، یه نیتیو اسپیکر آمریکایی پیدا کرده، بهش عکاسی داره یاد میده. اون آقا نشسته با ایشون داره به انگلیسی صحبت میکنه درباره موضوعات متداول جهان. خیلی خوبه. یه نفر همسطح ما باشه که بتونیم بشینیم باهاش انگلیسی حرف بزنیم. اما وقتی جلسه شرکا برگزار میشه، اون جلسه باید یک موضوع داشته باشه. مثلا ما امروز میخوایم درباره این شورت استوری یا درباره این کلمات یا درباره این سوال با هم دیگه به بحث بشینیم. موضوع که هست، جلسه به حاشیه نمیره. داد نزنید پرنده داریم ما اینجا جیغ میزنه. به حاشیه نمیره و درباره یه مسئله با هم دیگه گپ میزنیم. حالا بعضیا میگن که خب کسی نیست اشتباهات ما رو تصحیح بکنه. نیازی نیست کسی اشتباه ما رو تصحیح بکنه. ما نشستیم انگلیسیمون رو به کار ببندیم، با یه انسان دیگه حرف بزنیم. مگه قراره هر جا که دهن باز میکنیم یکی باشه که اشتباه ما رو تصحیح بکنه؟ پس اگه تصحیح بکنیم، بعضی از ما حرف زدن بلد نیستیم، هیچ حرف نزدن هم بلد نیستیم، بعد میزنیم تو ذوق نفر مقابل. چرا باید این کارو بکنیم؟ یه بهانه‌ای باشه. من از 3-4 روز قبلش استرس داشته باشم تو این جلسه من باید چجوری حرف بزنم. مثل موتور پیشران کمک میکنه که تمرین کنم. البته اینا نظر شخصی منه، شما نظر دیگه ای دارید حرفی نیست. امیدوارم این صحبت ها و این جیغ داد این پرنده به درتون خورده باشه. مرسی گوش کردید.